منبع‌های پایگاه خبری بامداد از شهر دوشنبه روز 5 ایول سال 2024 خبر دادند که نسیم خوجه عالمزاده، سابق وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان و رئیس پژوهشگاه گاستروانترولوژی شام 4 ایول از حبس آزاد شده است. از 27 میلیون در حبس قرار داشت. شام پنجشنبه آزادش کردند و صبح جمعه 5 ایول به جای کارش در پژوهشگاه گاستروانترولوژی حاضر شد. خبر داد یک منبع از پژوهشگاه. اما این صحبت بامداد سبب بازداشت وزیر سابق و مشخصاً بچه عیبدار و یا گمانبر شدنش اظهار بی‌خبری کرد و تنها گفت که به شنید من جریمه کلان شده است. برای چی راستی نمیدانم. قبلا دو منبع گوناگون از جمله یکی از خویشاوندان نزدیک نسیم عالمزاده به بامداد خبر دادند که او را در پایان ماه ایون دستگیر کردند. خویشاوند نزدیک وزیر سابق با تصدیق خبر بازداشت عالمزاده در مورد اینکه نسیم عالمزاده را با چه اتهامی و کدام نهاد حفظ حقوق دستگیر کرده است اظهار بی‌خبری کرد و تنها گفت بنا به اطلاعی که او دارد به پرونده وزیر سابق تندرستی مهر مخفی زدند. دکتر علمای طب پروفسور نسیم خوجه عالمزاده 20 آگوست سال 1964 به دنیا آمده. سال 1988 دانشگاه طبی تاجیکستان را با اختصاص طبیب بیماری‌های قلب ختم کرده است. نسیم عالمزاده سال 1988 تا 1995 در بیمارخانه ولایتی شهر کولاب کار کرده. سالهای 1995 1998 در اسپرانتور اکادمی بعد دیپلمی طبی شهر سنت پترزبورگ روسیه تحصیل کرده است. او رساله نامزدیش را سال 1998 در پترزبورگ و رساله دکتریش را سال 2009 در مسکو حمایت کرده است. عالمزاده از سال 1999 تا 2014 به حیث طبیب و مدیر بخش نجات و مدیر کل مرکز جمهوری بیماری‌های دل، یک نهاد وابسته به وزارت تندرستی تاجیکستان و مدیر کافترای کاردیولوژی با کورس فارماکولوژی دانشکده تحصیلات بعد دیپلمی کارمندان سوای تندرستی جمهوری کار کرده است. نسیم عالمزاده از ماه اپریل سال 2014 تا 12 ژانویه سال 2017 معاون وزیر و سپس تا 4 می سال 2020 وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان بود. او ماه سال 2020 در روزهای اوج پاندمی کرونا ویروس برکنار گردید و به جای او جمال الدین عبداللهزاده وزیر تندرستی تعیین شد. منابع آگاه برکناری عالمزاده را به کمبودی‌های موجوده در مبارزه با کرونا ویروس ربط می‌دادند. چند بعد از برکناریش عالمزاده مدیر پژوهشگاه گاستروانترولوژی تعیین شد. هرچند بیماری‌های معده به اختصاص او که کاردیولوژ است ربط چندانی ندارد.